رفتم دم مغازش گفتم آقا شما بعد ستی خانوم نباید وسط حرف مامان بپری. زشته مامان، دارم صحبت میکنم با خاله. گفتم آقا شما باید اینو تحقیق بدید. یادم میره مامان. ستی کار همیشته، نباید بپری وسط حرف مامان. بگید ببینم آیا بچه شما هی میپره وسط حرفاتون و شما فکر میکنید وای چقدر این بچه من بی تربیته؟ اگه تا امروز به عنوان یه نقطه ضعف میدیدیش، از امروز به بعد به عنوان نقطه قوت ببینش. چرا؟ چون یعنی فرزند شما بمباران کلامی براش اتفاق میفته و ذهن سیالی داره، دچار بارش فکری میشه، اتفاقات به مغزش حمله میکنه. پس نقطه قوته. خب حالا چیکار کنیم؟ چون نقطه قوته بذاریم همینجوری باقی بمونه؟ نه، وسط حرف نپریدن دقیقاً مثل رعایت نوبت یا رعایت صف یاد گرفتنیه و ما اینو باید به بچه‌مون آموزش بدیم. هر زمانی که وسط حرفمون پرید بهش میگیم الان نوبت مامانه و تو باید صبر کنی نوبت مامان تموم بشه. مامان آخه یادم میره چی میخواستم بگم. میتونی به من بگی؟ یا اگه سواد خوندن نوشتن داره میتونی یادداشت کنی و بنویسی که یادت نره. البته که لازمه به این دست از بچه‌ها توی موقعیت‌های مختلف رعایت نوبت رو هم یاد بدیم که این موضوع براشون جا بیفته.